سلام. در این برنامه با موضوع خیلی مهم پرفشاری خون یا اون چیزی که به اسم فشار خون معروف هست در خدمتتون هستم. توی بخش اول که این هفته منتشر میشه تقدیم حضورتون میشه، راجع به اصلا اینکه فشار خون چی هست، چجوری ایجاد میشه، چرا باید خون فشار داشته باشه و عوارض فشار خون چیه، علائمش چیه، چجوری اندازه‌گیری میشه، کی باید اندازه‌گیری بشه، راجع به این صحبت می‌کنیم. و بعد در برای بعدی راجع به روش‌های درمان و معالجه فشار خون، رژیم‌های غذایی که به کار میره، شیوه‌های زندگی که درش هست و کمک میکنه و درمان‌های دارویی و غیر داروییش با هم دیگه صحبت کنیم. خب مثلا چرا خون رو فشار داشته باشه؟ ببینید، تمام بدن ما احتیاج به غذا و اکسیژن داره. همونطور که ما خودمون غذا میخوریم و نفس میکشیم، تک تک سلولای بدن ما هم به این احتیاج دارن. از چه طریق این تامین میشه؟ همونطور که میدونید از طریق خون. خون چجوری بهشون میرسه؟ از طریق رگ‌های بدن. پس ما در حقیقت یک شبکه به حساب جاده‌ای در بدن داریم که طولش حدوداً فکر کنید چقدره؟ حدس بزنید. طول رگ‌های بدن یه چیز در حدود 100,000 کیلومتره. برای که ایده از این داشته باشید، دور کره زمین در ناحیه خط استوا حدود 40,000 کیلومتره. بنابراین اگر که ما همه رگ‌های بدن رو باز کنیم، 2.5 دور کره زمین میتونیم در ناحیه خط استوا بپیچیمش. نکته جالب اینه که در تمام اوقات بایستی که خون در این 100,000 کیلومتر جریان داشته باشه. پس احتیاج به انرژی پشتش داره که بتونه این جریان رو حفظ کنه. اون انرژی رو از کجا میاره؟ از قلب. همونطور که میدونید قلب مثل یک پمپ مرتب خون واردش میشه و بعد عضله منقبض میشه، عضله قلب خون رو وارد شریان ها و سفرک های اصلی بدن میکنه و از اون طریق تمام بدن در حقیقت منتشر میشه و میره به جای مختلف. همونطور که تو عکس میبینید، پس قلب باز میشه، خون واردش میشه. اون قسمت های آبی توجه نکنید، فقط اون قسمت هایی که ذره شبیه قرمز هست به اون توجه کنید و به فرش هایی که داخل هست. وقتی قلب باز میشه، اصطلاحاً بهش میگیم دیاستول، خون وارد بطن چپ میشه و بعد محکم منقبض میشه، خون رو وارد شاهرگ آورت. پس وقتی که قلب کاملا منقبض میشه، فشار رو پشت این خونی که وارد رگ میشه ایجاد میکنه. اون همون فشاریه که در حقیقت ما میتونیم به عنوان فشار خونه که به جریان میندازه خون رو در اثر، و این حد اکثر فشار زمانی است که بعد منقبض شد و بعد به تدریج این بعد باز بشه که خون واردش بشه و در این فاصله رگ ها هستن که سعی میکنن با حفظ خاصیت ارتجاعی خودشون با اون فشاری که قلب ایجاد کرده، فشاری که میاد پایین نذارن به صفر برسه و در یه حدی نگهش داره. پس فشار یه ماکسیموم داره که با پمپ قلب ایجاد شده و یه مینیموم داره که بقایای اون فشار پمپ قلب و خاصیت ارتجاعی رگ‌های اصلی بدن هست که این رو نگه می‌داره و این ضروری هست برای اینکه خون در این 100,000 کیلومتر عروق بدن به طور دائم در جریان باشه. خب این پس مسئله خیلی مهمی هست. ما لفظ پرفشاری خون رو برای اون بیماری فشار خون در حقیقت به کار میبریم توی این جلسه که روشن باشه. وقتی این فشار خون، این فشاری که قلب ایجاد میکنه، پرفشاری خون یعنی اون بیماری که در حقیقت فشار از حد طبیعی بالاتره. خب اگر فشار خون در یه حدود معقول و متعادلی حفظ بشه، که این روزا ما معتقدیم که این رقم باید زیر 130 روی 80 باشه، یعنی مطالعات علمی نشون داده که باید زیر 130 و 80 بشه، اعضای بدن خون بهشون میرسه و در سلامتی که از این طریق حاصل میکنن به سر خواهند. اگر فشار خون از این بالاتر بره چی؟ اگر فشار خون مثلا بشه 140 روی 90، چه اتفاق؟ به طور آنی هیچ، در مدت کوتاه هم هیچ. ولی وقتی فشار خون به طور مزمن بالا هست، بالاتر از 130 روی 80 هست، میتونه در روی خود عروق اثراتی رو بذاره، باعث سفت شدن این عروق بشه، یا اینکه روی اندام‌ها و ارگان‌های دیگری تاثیر بذاره، مثل مغز، مثل قلب، مثل کلیه‌ها، مثل چشم، و باعث بشه که در این ارگان‌ها تغییراتی پیش بیاد و مثلا افراد 10 دهه یا 2 دهه زودتر از افرادی که فشار خون طبیعی دارن دچار سکته قلبی بشن. سکته قلبی یعنی که از رگ‌های قلب بسته میشه، خون به قلب
نمیرسه. یا دچار سکته مغزی بشن، یعنی در حقیقت خون باز به قسمتی از مغز نرسه، یا باعث نارسایی کلیوی بشه، یا باعث اختلالاتی در دید بشه و اشکالاتی در شبکی و اینها ایجاد کنه. و البته در خود عروق محیطی جای دیگه هم اتفاقاتی میفته. پس فشار خون اگر به طور مزمن بالا باشه باعث end organ damage یا آسیب رسیدن به اعضای حیاتی بدن خواهد شد. این عارضه فشار. آیا اگر مثلا یه هفته فشار خون من باشه 166 روی 104 اتفاقی میفته؟ به طور معمول نه. و این باید در دراز مدت فشار خون بالا باشه تا اینکه این مشکل ایجاد بشه. پس یه بیماری مزمن. آیا علامتی داره؟ ببین خیلی وقتا میشنم که افراد میگن من هر وقت فشار خونم بالاست متوجه میشه چون سرم درد میگیره. یکی دیگه میگه هر وقت فشار خونم بالاست من میفهمم چون دیدم اشکال پیدا میکنه. یا اینکه حالم خوب نیست. ولی اینا هیچ کدوم درست نیست. ما میدونیم در اکثریت اوقات فشار خون خیلی بالا علامتی ندارن. حالا چرا پس افراد میگن که وقتی سرم درد میگیره، وقتی فشار خونم میره بالا سرم درد میگیره؟ چون در موقعی که سردرد میگیرن احساس ناراحتی میکنن، فشار خونشون اندازه میگیرن، میبینن بالاست. وقتی سردرد ندارن و حالشون خوبه، فشار خونشون اندازه نمیگیرن که ببینن باز هم بالاست یا حتی بالاتره، یا حتی وقتی شب خوابیدن و هیچ علامتی ندارن ممکنه فشار خونشون به 200 روی 130 برسه. بنابراین فشار خون در قالب اوقات هیچ علامتی نداره و علائمی که بهش نسبت میدیم در خیلی موارد کمی با او واقعا نسبت و ارتباط داره. پس فشار خون به طور مزمن اگر بالا باشه باعث بروز بیماری‌های قلبی، عروقی، کلیوی و مشکلاتی از این دست میشه و علامت هم در بیشتر اوقات نداره. پس یکی از دلیلی که بهش یکی از قاتلین خاموش هست در حقیقت همینه، چون علامت نداره ولی باعث بروز بیماری‌های جدی در بدن میشه. خب این پس شد فشار خون و علائمش. اگه علامت داشته باشه چی؟ ندرتاً فشار خون‌های خیلی بالا میتونن باعث سردرد بشن، یا اینکه فشار خون که باعث خونریزی آنی در مغز بشه، یا خونریزی در شبکه چشم بشه، یا اینکه مثلا فرض فرمایید که فشار خون‌های خیلی بالا در شرایط خاص ممکنه باعث نارسایی حاد کلیوی بشن، یعنی خیلی زود کراتینین بره بالا و کلیه‌ها نتونن کار کنن و مسائل از اما همونطور که خدمتتون عرض کردم در بیشتر اوقات فشار خون بالای پرفشاری خون در حقیقت علامتی نداره. خب این میشه از کلیات فشار. آیا چیزی اینجا مونده که جا انداخته باشم؟ پس ما اینو توضیح دادیم که فشار خون یه بخش ماکسیموم داره که در اثر فشار قلب ایجاد میشه، بخش مینیموم داره که در اثر باقی مانده فشار قلب و در حقیقت خاصیت ارتجاعی دیواره رگ‌ها ایجاد میشه. اون ماکسیمومه و این مینیموم. بعضی وقتا میشنم که خب من ماکسیمومم خوبه، مینیمومم یه ذره بالاست، خیلی اهمیتی نداره. ولی اینجوری نیست. هم ماکسیموم هم مینیموم هر دو تاشون خیلی مهمه. هیچ کدومشون نیست که اهمیت نداشته باشه و هر تاش باید به درستی اندازه‌گیری بشه و به درستی هم باهاش برخورد بشه. آیا فشار خون رو در مثلا فرض کنید خانم‌ها دچار فشار خون نمیشن؟ چرا خانم‌ها دچار فشار خون میشن؟ بخصوص بعد از یائسگی میزان بروز فشار خون در خانم‌ها آقایون فرق نمیکنه. کی باید فشار خون رو اندازه بگیریم؟ همه افراد بعد از سن 18 سالگی حداقل یه بار به درستی فشار خونشون اندازه گیری بشه. که تاکید میکنم به درستی، چند دقیقه دیگه میرسیم که چرا. و بر حسب اینکه اولین فشار خونی که اندازه گیری میشه چقدر هست، فشار خون‌های بعدی زمان‌های بعدیش در نظر گرفته میشه کی باید بشه. افرادی که بیماری‌های دیگری دارن مثل دیابت، مثل بیماری‌های مزمن کلیوی، مثل بیماری‌های قلبی عروقی، مثل بیماری‌های کبدی، باید حتما فشار خونشون در فواصل هر بار که ویزیت میشن چک میشه. نکته که هست فشار خون، پرفشاری خون در حقیقت در دوران بارداری هست. خانم‌های باردار مستعدن به انواع خاصی از پرفشاری خون که در دوران بارداری آغاز میشه که خب اون کارهای خاص خودشو میخواد. اما این خانم‌های بارداری که در دوران حاملگی دچار پرفشاری خون میشن مستعد این هستن که بعداً هم پرفشاری خون بگیرن بیشتر از دیگران. پس اینها جزو گروهی هستن که حتما باید فشار خونشون در فواصل
اندازه‌گیری میشه. آیا اندازه‌گیری فشار خون در مطب با خونه فرق میکنه؟ بله ممکنه فرق بکنه. یک پدیده رو داریم به اسم در حقیقت وایت کوت سیندروم که افراد وقتی که توی محیط مطب، محیط بیمارستان و روپوش سفید قرار میگیرن به دلایل مختلف فشار خونشون میره بالاتر و بعد در خونه وقتی اندازه میگیرن طبیعی هست. خب اینا فشار خون، پرفشاری خون دارن، اینا در معرض این هستن که پرفشاری خون بگیرن و بنابراین با شرایط خاص بایستی که براشون درمان‌های خاص انجام میشه. فشار خون رو چجوری اندازه بگیریم؟ اول چه دستگاه استفاده کنیم؟ همیشه با این سوال روبرو هستیم که این دستگاه‌های الکترونیک که ما تو خونه استفاده می‌کنیم خوبن؟ بله این دستگاه خوبن. به شرطی که دور بازو بسته بشن، نه دور مچ. این دستگاهی که دور مچ بسته میشن برای افرادی هستن که بازوهای بسیار چاق دارن و اون در حقیقت کاف یا اون قسمت پارچه‌ای فشار خون بیاد بسته بشه، درستی نمیتونیم دور دستشون ببندیم. فشار خون در چه وضعیتی باید اندازه‌گیری بشه؟ فرد بشینه، راحت باشه، همونطور تو عکس ملاحظه می‌فرمایید، پاش رو زمین باشه یا روی چهارپایه‌ای باشه و دستش وقتی میاد بالا در حدود این بازو، در حدود قلب قرار بگیره و دست روی چیزی تکیه کنه و ریلکس باشه. و هر وقت ما فشار خون مریضا بگیرن بلافاصله دستشون رو مشت می‌کنن. واقعا نباید این کار بکنن. فرد چند دقیقه نشسته باشه، لااقل 4-5 دقیقه نشسته باشه قبل از اینکه فشار خونشو بگیریم، پشتش تکیه داده شده باشه و کاملا آروم باشه. حداقل نیم ساعت قبلش نباید سیگار کشیده باشه، چای یا قهوه نباید خورده باشه و اضطراب و استرس هم در اون مدت نباید داشته باشه. در موقع گرفتن فشار خون هم فرد باید آرام نفس بکشه، حرف نزنه و تا فشار خون. یه مسئله دیگه این هستش که اون پوشش یا اون کافی که ما در حقیقت می‌بندیم دور بازو باید اندازه دست باشه. خیلی وقتا میان توی مطب و بعد میگن نمیشه از روی لباس فشار خون بگیری. نه نمیشه از روی لباس فشار خون گرفت، عدد درست نیست. فشار به زحمت میذاریم بالا و اینجا یه چیز تنگ تاریکی درست میشه، یه ذره دستمون این بالا پیداست، با اینا نمیشه فشار خون گرفت. حتما باید بخش فوقانی بازو کاملا باز باشه که بشون کاف رو به درستی بست و فشار خون رو اندازه. چند بار باید فشار خون گرفته بشه؟ بهتره که حداقل 2 یا 3 بار چک بشه به فاصله چند دقیقه و بعد اینها ثبت بشه. بهتر هم هست که با دستگاه الکترونیک گرفته بشید، خودشون این کارو میکنن، ولی اگر نه میشه با دستگاه معمولی هم کارو کرد که حالا میتونه حالا به صورت عقربه‌ای باشه یا به صورت جیره‌ای باشه که اینا شرایط خاص خودش داره. پس فشار خون باید به درستی اندازه‌گیری بشه با وسیله مناسبی که در فواصل هم کالیبره میشه. یعنی اینها مثل بقیه دستگاه فشار سنجن که توی مثلا فرض کنید صنعت به کار میرن. این دستگاه باید هر دستگاه کالیبره بشن، مطمئن باشیم که این بالاخره واسه مکانیکیه، فنرشون درست کار میکنه، عقربه‌شون درست کار میکنه. وسایل دیجیتال الکترونیک هستن که فشارها درشون درست منتقل میشه. پس این کالیبراسیونش در فواصل مهم هست که لااقل 6 ماه بار وسایل مرتب دارن استفاده میشن، نیاز دارن که سال یه بار حتما باید کالیبره بشن. پس وسیله درست، حالت درست، ما باید فشار خون رو اندازه بگیریم. اگر فشار خون بالا بود آیا بلافاصله باید کاری انجام داد؟ باید تشخیص فشار خون داده میشه. ببینید فشار خون قبلا میگفتیم اگه فشار خون بالاتر از 140 رو 90 هست فرد دچار فشار. الان معتقدیم که فشار خون طبیعی زیر 120 رو 80 هست، بین 120 تا 129 سیستول و 80 تا 85 دیاستول این در حقیقت مرحله پیش فشار خونی هست. و اگر فشار خون از 130 در سیستول و از 90 روی دیاستول بالاتر باشه، در حقیقت 85 روی دیاستول بالاتر باشه، فرد دچار فشار خون هست، پرفشاری خون هست و باید درمان بشه. آیا با یه بار اندازه گرفتن فشار خون میشه این رو چک کرد؟ معمولا همونطور که عرض کردم ما احتیاج به 2 یا 3 بار اندازه‌گیری داریم. آیا در دست راست و چپ فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. ممکنه تا 10 میلیمتر جیوه تفاوت داشته باشه. آیا در اوقات روز مختلف روز فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. حتی اگه شما 10 دقیقه بعد فشار خون رو بگیرید ممکنه که عددها با هم دیگه متفاوت باشه. معنیش این نیست که نفر داره اشتباه میکنه یا نفر داره دچار خطایی شد. پس فشار خون در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است. خیلی وقتا اگر فشار خون از یه حدی بالاتر نبوده باشه در مطب، صلاح در اینه که ما بیایم و به حساب به طور 24 ساعته فشار خون رو تو منزل در حال فعالیت‌های عادی اندازه بگیریم. بعد میانگین روز، میانگین شب یا میانگین 24 ساعته رو در نظر داشته باشیم ببینیم فرد دچار پرفشاری خون هست یا نه.
نکته خیلی مهم اینه که اگر فشار خون ما مثلا فرض کنید 164 روی 112 بود، لازم نیست قرص زیر زبون بذارید. این کار خطرناکه، نباید این کار رو کرد. توی قسمت درمان به این موضوع خواهیم پرداخت. ما فقط در فشار خون‌ها خیلی بالا یا اون فشار خون‌هایی که خیلی بالا هستن و همراه با علائم آسیب دیدگی اعضای اصلی بدن مثل قلب، مثل مغز، مثل خود خون یا کلیه‌ها هست یا چشم هستن، در اون صورت احتیاج به این داریم که فشار خون رو سریعتر پایین یا خود عبور کنه. خب این کلیات فشار خون ها هستن که چه کار باید بکنیم، چه جوری اندازه بگیریم، چه اهمیتی داره. اگر سوالاتی از این دست دارید برای ما بفرستید که تا برنامه بعدی بتونیم به اونها هم پاسخ بدیم. در برنامه بعد در مورد این که با فشار خون، با پرفشاری خون در حقیقت چه کار باید بکنیم، حتما با هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد. یه چیزی رو که من یادم رفت فقط اینجا بگم اینه که علاوه بر بیماری که اسم بردم مثل دیابت، مثل نارسایی کلیوی، مثل بیماری‌های قلبی، بیماری‌های مغزی که احتیاج دارن که فشار خونشون مرتب گرفته بشه، کسانی که بیماری‌های التهابی مزمن هم دارن، اونها هم نیاز دارن که فشار خونشون مرتب گرفته بشه. پس پرفشاری خون در همه سنین دیده میشه. افراد از 18 سال بالا باید به درستی حداقل یک بار فشار خونشون اندازه گرفته بشه با وسیله صحیح، به روش صحیح و تا بهتر سلامت. در این مورد بیشتر با هم گفتگو خواهیم.